بچه جلو نری. به من آقای علیه توش خواب بیشتر خونه ما نماز بخونم. به خدا 1 هفته بود هی تو ذهنم میاد گفتم یعنی خوابیشون 2 روز میشه دیشون که میان رسوان. به من آقای علیه خواب به خدا خواب. سلام علیکم. نه همین میشید. سلام علیکم. خانم مادرش میده. سلام. کسالت دارن؟ سلام. انشاءالله بلا دوره خانم. بفرمایید بشینید. حالا خیلی هیجانی نکنید ایشون ناراحت نشن. خواهش میکنم راحت بشین آرام بنشین. چطور حالتون خانم؟ خدا انشاءالله حفظتون کنه. خدا تاییدتون کنه. پدر شهید جنابالی هستید. بیایید اینجا نزدیک بشین. بله عرضی اون هفته که ایشون خواب دیدن خیلی خودمون تفصیل کردیم گفتیم امام تشبردن داشت حفای ایشونه اما یه الحمدلله خواب خانم چشونه؟ شما رفت یه خونی دارن چند سال است که حالا 1-2 ماهی است که این پاشون الان استخوان شکسته در فرسانی که مصرفی کردن استخوانه داری که میشکنه یا بعد مصرفی شده انشاءالله خدا هم شهید عزیزتون رو با پیغمبر محشور کنه. انشاءالله که شما ها رو محفوظ بده و فرزندان دیگرتون رو محفوظ بده. به همین قبله محمدی به جانت زد بگو ایشون 1 هفته پیش خواب حتما شما آمدین پشت ما نماز بخونم. بعد که گفتن شما تشریف نیارین اصفهان من هی خدا شاهد 1 هفته تو ذهنم میگفتم یعنی میشه مثلا خوابیشون 3 هفته داشته چی بوده ایشون دیگه به درد 2 قسم منتظرش بودم. همه امشب چه اینو گفتن از بنیاد میام و نگفتن زنگ زدن به خدا تو ذهنم آمد گفتم احتمالشون رو تشریف میاره. این صفای شما هست. سلامت باشین. دلهای با صفا ما از این دلهای با صفا از این چیزا خیلی دیدیم. الحمدلله نورانی هستید با صفا هستید. خدا شکر. الحمدلله بچه‌های ما چه اون که شهید شد چه نه همشون در خط امام. اون که از دانشجوی پیرو خط امام بود ایشون شهید شد بعد. سیره ازدواج ایشون ها شرط امام خوندن. البته ما درباره این خواب‌هایی دیدیم شاید الهاماتی با ما شد که من شکی ندارم که این خط 100% صحیح رفته و بهترین راه برای خودش انتخاب شد و ما امیدواریم که ما هم در این خط بتونیم. چه سالی شهید شده؟ سال 62. فرزندان دیگرتون کجا چند تا هستن؟ یه فرزندی پسر دیگه غیر از ایشون داره که ایشون نمیدونه یعنی نگفته بودن که بهشون بود میان. دخترها خانم‌ها 3 تا دخترتون هستن؟ بله ایشون هست 3 تا دختر داریم 3 تا داماد. بله خدا انشالله همه‌شون رو به شما ببخشه. خدا انشالله این شهید عزیز رو با اولیاءش محشور کنه با پیغمبر محشور کنه. انشالله باطن نورانی شما رو به برکت روح منور این شهید روز به روز نورانی تر کنه. الحمدلله همتون نورانی هستید و این هم از برکات همین فضای شهادت. فضای شهادت و محیط شهادت این تأثیرات رو داره. فداکاری در راه خدا، گذشت در راه خدا خیلی برکات بزرگی. این یکی از این برکات. خانم هم که سختی هایی رو تحمل میکنن انشاءالله اجرشون بیشتر میشه. امیدواریم که این سختی ها با شفای کاملشون هرچی زودتر تمام بشه. انشاءالله خداوند به شما شفای عاجل و کامل عنایت کنه. ناراحت نباشید. انشاءالله مشغول لطف و فضل الهی هستید. برای آقای حجازی سردار حجازی پدرشون اینجا با ما خیلی رفیقن. یک روز اومدن اینجا گفتن یک خوابی من دیدم که این واقعا برای من خیلی طرز باور بود و خیلی خوب. گفت خوابی هم صحرای محشره و هر روی آیت یا آیت نفس المطمئنه آیه در آسمان تلاوت میشه و هر موقع این آیه تلاوت میشه یک شهید میاد جلو و یک عده با خودش شفاعت میکنه میبره. گفت من خوب چون خب پسر شهید شده بود یاس احمد حجازی پدر همین شهر داشت که الان فرد بخصی جمع
وقت گفت ما با صدا آماده میگفتم الان منم شرط بکنم اولون متر دیدم نشد، دوم متر دیدم نشد، سومیون متر دیدم هی یک کشی آهن منتظر بودم که من دیدم که چوماره صدا زدم. وقتی این دیدم من یهو قفطه خوردم، من حسودیم نشده ولی قفطه خوردم. چطور خب این چه میتونست این کار بکنه به شما هنوز نتونستید. بعد از خواب جا پریدم، هرچند خوابیدم دیگه خوابم نباشه دوباره ببینم. بعد برام گفتن که تبریک بهتون میگم اینها در موقعیتی هستن که میتونن شما رو شفاعت کنن. یه روزی هم پیش میاد همونطور که آقای حجازی خواب دیده که انسان‌ها خیلی عظیم، انسان‌های طول تاریخ بشر چشمشون منتظر یک اشاره است، اشاره رحمت، اشاره فضیلت. اون اشاره رحمت دستی بخش عمده‌ایش است. شما به الحمدلله برخوردارید، هم شما هم این خانم، به خصوص ایشون که با ناراحتی‌های جسمی هم روبرو هستن. انشاءالله خداوند از این جهت هم اجرشون میده. انشاءالله که خداوند درجات ایشون رو عالی کنه، درجات دنیوی و اخروی شما رو هم عالی، شما همه توشون روح شما رو انشاءالله روز به روز به اون معنویات و نورانیات خودش نزدیک‌تر کنه. الحمدلله خانواده خوبی هستیم، خدا رو شکر.